این فطر روزه را باید داشته باشیم که این واجب هست بر کسی که صاحب نصاب باشه، یک چیز سرمایه داشته باشه، یک چیز مال داشته باشه. دادن فطر روزه سریزی لازم و ضروری هست. این فطر روزه را به خاطر چی لازم است به ما؟ ای زمانی که سال تیر میشه زکات مال میتیم یا نمیتیم؟ او زکات مال است. این فطر روزه زکات جان انسان است. سر سایه میگن ایره. چی میگن؟ سر سایه. از همین خاطر که ای شکرانگی جان انسان هست. از طفلم هست یا نیست؟ پدر باید از طفل خودم بتا، حتی از اولاد دیوانه خودم بتا، اولادش هست جز از اولاد بالغ. زمانی که بچه بالغ شد باز او در دوش خودش هست. باز هم اگر پدر از طرف پدر مهربان است، پدر خود بسیار مهربان میباشه نه؟ تمام عمر سر اولاد مصرف میکنه، نمیگه برش که مصرف کردیم سرت. خب بچه که باز یک ذره مصرف کرد، پدر تو را شفاخانه نبردم، تو را حج روان نکردم، تو را فلانی چیز ناوردم. همینطور هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ الله از این تو اولاد نجات نصیب کنه. آمین بگوین. پدر بسیار حق داره با اولاد. ای چی قدری که این پدر سکت اولاد خود میکنه، از خاطر زمین اولاد به دوزخ خود آمده میکنه ای پدر. یعنی حرام میخوره که اولادم آرام باشه، رشوت میخوره به خاطر آرامی کی؟ اولاد. خود به دوزخ برابر کرده، خو هیچ یادواری هم نمیکنه با اولاد خود که ما امرای تو چیزی کردیم یا نکردیم، پول سرت مصرف کردیم یا نکردیم. هیچ یادواری هم نمیکنه. و بس که ریش سفید شد، اولاد باز همون یک شفاخانه بردن هم سرش چی تمام میشه؟ سرش فشار تمام میشه. اگر تن همی یک پیاز حساب کنه که دمیق سالها 30 سال 35 سال چقدر پیاز خورده، چقدر بانجان رومی خورده، حسابش پورا کرده میتانه پورا کرده. روزی 20 روپه پیاز و بانجان رومی را حساب کنی کی پورا کرده میتانه؟ دیگر بان که نان حساب کو، گوشت حساب کو، برنج حساب کو، روغن حساب کو، کرایه خانهش حساب کو، لباس حساب کو، مریضی زیر حساب کو، خواهشات زیر حساب کو. و 10 روپه و 20 روپه روزمره دکان خوبان پورا کرده میتانه؟ نمیتانه. الله توفیق خدمت و احساس و درک را به کل اولادا نصیب بکنه. آمین بگوین. گفتم که اگر پدر از اولاد بالغ خود به هم مشکل نداره ادا میشه، یا اولاد از پدر خود اجرا کنه. یک بچه است، بچه جوان هست، از اون مستقل است و از پدر و مادرش مستقل. خب میگنی از پدر و مادر ما میتم، هیچ مشکل نداره، بالکل جایز است. حتی علما میگن از زن سر شوهر لازم نیست و شوهر سر زن لازم نیست که خامخا شوهر فطر روزه زن بتا و زن فطر روزه کی را بتانی، یار کدامش از جدا. اما ای که به برادر داده میتانه نمیتانه، برادرش از جدا باشه، معامله و داد و گرفت جدا باشه، کاروبارش جدا باشه و مستحق باشه، مشکل نداره داده میتانی. حتی بر زن خودم داده میتانی، زن به شوهر خودم داده میتانه، به همشری خودم میتانی، همشری به برادر خود میتانه. خوی تو نشوه که چل جور کنه، یک حیله جور کنه که از یک جیب بکشده دیگه جیب پرتی. ای تو نباشه. مولانا بجلیگر صاحب میگه میگه یک کس زکات سرش آمده بود، هم از پول و هم از گندم. فکر میکرد بسیار بخیل و کنجوس بود. یگان تا هستن مالدارن و خدا دی دلشان قلف انداخته، مال خیر نیستو. فکر میکرد که علی با کدام یک چل کنم که امی از دستم نرا. بزن خود گفت که بیارم پول زکات بیار. دبین گندم تخته کرد، دبین گندم برد پیش ملاسب امیر خو قبول کو. صحابه خو به ملاسبه میدادن نه؟ علی الحمدلله نه مردم میتن و نه ملاسبه یک مستحق هستن. ملاسبه میقه مستحق نیستن. الحمدلله بگوین شما که ملایتن یک مستحق نیستن. یگان مولی صاحب اگر مستحق باشن، ما خو مستحق نیستم، ما خو میگم الحمدلله، جای شکر است.
سابق با مولوی صاحبه می بردن، ملا صاحب میرا قبول کو، ملا صاحب کو قبول کردم د کنجمان. یک چند دقیقه شیش قصه کرد که ملا صاحب بالاخره به ملا صاحب گو ملا صاحب تو سر زمی گندم چی خواد کردی؟ او گو با والا چی کنم سریزی؟ گو بیا زو به وطن برده نمیتانی. ملا صاحب مسافر بود نی؟ پس همی گندم سر من بفروش پیسه شبتم. ملا صاحب گفت صحیح است. ملا صاحب خود علم غیب نداره که دبای نیزی چی هم است؟ پیسه هم است. گو برو صحیح است. چند سیر است؟ 7 سیر به طور مثال 200 یا 100 پیسه داد و او را پشت کرد و بسیار خوش است. پیش زن خود آمد. زن خود گو والا زود پیسه را پس بکش از بین از بوجی. او گو برو د زکات ندادی به ملا صاحب؟ گفت قبض شرط است. چی شرط است؟ گندم دادم به ملا صاحب قبض کرد. در بین گندم ها پیسه هم بود. حالی که من چالاکی کردم و اون نفهمیده دیگه این کمال ما هست. من چی کنم؟ من خود داده بودم ملا صاحبه، خود نمیفروخ سر منی، پس نمیفروخ سر ما. علی یک چالاکی و یک حیله سازی خود فریب دادن است. ایتونی که ای ملا صاحب فریب دادا، ایتونی که خدا را فریب دادا. خود فریب میتا این فریب دادن خود است. پروردگار جل و علا چنین فریبکاری نجات نصیب کنه. آمین بگوید. این ناروا هست. این ناروا است که یک بیادر به او بته و بس به ای بته خلاص به خلاص. فطر روزه به زن خود بتی و زن بگوی که تو به ما بته خلاص به خلاص. ای تو نباشه. ای تو چلو فریبکاری را مد نظر نداشته باشه دیگه هیچ مشکل نداره. میتونه که به برادرم بته و به همشیرم بته و به شرطی که مستحق باشن.